بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1405 است. تاریخ 1/18 حمل است. امروز با جناب کریاب صاحب مدیر متوسط تاریخ و نزیات با فیلمبردارم استاد شبیر عبدالله هستن، یکی از معلمین برجسته تاریخ و نزیات. نظر به آب و هوایی که بود واقعا خیلی خوشایند است. رفتیم با وظیفه مقدس خود همراه اولیای شاگردان تماس گرفتیم. بنابراین آنها نتونستند کاملا به دست بیان تدریس بکنن و درس بخوانند و درس فرا بگیرن و یک نان چاشت بسیار اساس و منظم و شوربای وطنی را رضایی صاحب تهیه دیده بود. نوش جان کردیم. در میدان قرار داریم که به نام میدانی است، به نام ده پسگران است. برف هم بارش هم خوب به محوج خود بارش داره و در حال بریدن است. خواستیم که یک ویدیو یک فیلمبرداری بگیریم به طور یادگار. کریاب صاحب چیز گفتنی داری بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا و عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، در قدم نخست و توفه سرور کائنات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برایتون تقدیم میکنم با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا همراه سب عزیز که ما امروز ساعت 8 بجه حرکت کردیم به طرف مکتب و در موقعیت مکتب که قرار داشتیم و رسیدیم از جنوب بالا برف رفته بود و بعد از اینکه اونجا در مکتب چون از سر برف زیاد راه مسدود است و شاگردان نتونستن به درس تعلیم بیان، از طریق تلفن با اولیای شاگردان تماس گرفت صاحب و ما در داخل اداره یک نان جور کردیم، غذا ترتیب کردیم و نان خود خوردیم و نمازهای خودم خواندیم و دوباره پس حرکت کردیم به طرف خانه. حالی هم در یک مسیری که صاحب بیشتر یادآوری کرد، این قسمت از جنوب و بالاتر برف فعلا در جریان دارد و هست و راه هم زده نشده و ما با قدم های خود راه را میزنیم و روان هستیم به طرف خانه که تقریبا 1 ساعت یا 1.5 ساعت مونده که به خانه برسیم. و برف هم فعلا در تقریبا در تاریخ 19 یا 18 حمل است که دیگه درخت هم برکشیده و برف هم سر درخت ها ششته و احتمال میره که دیگه این برف دیگه قدر مفید به گیاه و به علف و به درخت ها دیگه نشود، چرا که گل میریزد و اون میوه که باید درخت بگیره بسیار از این برف نمیتونه بگیره و باز همونچه که پروردگار دیگه تقدیر کرده باشد و لازم دیده باشه و ما راضی هستیم به رضای پروردگار. عزیزان دل، یک جهان سپاس.